سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو من در کانال یوتیوب سامچیر. امیدوارم حال همتون خیلی خیلی خوب باشه. اونم به اولین ویدیو با موضوع اینکه 24 سال مثل مستر وان شات باشیم درست که البته به گرد مستر وان شات من نمیرسم. حداقلش من نمیرسم. چون مستر وان شات به هر حال الگوی من نمیدونم بهتر از الگوی خودم باشم و امیدوارم واسم بخوامت نباشه. من یه بار ویدیو رکورد کردم نشد. و الان حالا این بنده خدا کی اینجا متینه، همون مستر فن خود نیست اگه درست بگم. این متین خودمونه، یکی از شباهت من به مستر ماشین که منم متین دارم. متین یه سلامی بکن به بیننده. سلام و خوش اومدید اولین ویدیوی این چنل ما. منم حالا شدم که متین مثلا اومدیم که این ویدیو و 24 سال عین مستر رو متین یعنی مستر متین اصلا که نمیتونیم مثل این دوتا عزیز و که باشیم بازی کنیم و این دوتا بودیم با اونا باشیم. اصلا نمیتونیم مثل اینا باشیم. باید باید یه رویت چیزی کنیم از این بازیشون و کلانی آموزش میدونم در اون آموزش که نه، باید میخواییم یکم مثل مستر باشیم. آره یکم خواب. بعد لطفا لایک ویدیو رو بزنید کنیم و دوکیفیکیشن رو بزنید و زنگوله بغلش هم حتما بزنید که هر موقع ما ویدیو داشتیم از ویدیو حتما باخبر بشید. همونطور کامنت هم بذارین که ویدیو بعدی چی باشه و مشکلات هم بگین که براتون با بهترین کیفیت ویدیو بذارم. نظرتون رو حتما بگین که چیکار کنیم و چیکار نکنیم. بهتون زیاد حالا اگه نظر خود شما بخواید ویدیو رو جمع‌تر کنیم. بله 100% این 100% اگه نظر شما موری نظر بدین فقط خوب باشه. تو چه چیزی نه جورا اولی ویدیو مهم نیست. هیتم بدم مهم نیست. من با هیتا اوکی ام. تازه پیشرفت میکنم با هیتا. نه غلط کردم. هیت ندینا. بیشتر چیز کنیم. من این غلط کردم. آره حالا خودت آمدیم به بازی و ببینیم. بله WSP این چه ستیه؟ این واقعا اسپلی میگیره با این سه؟ وای پینگم ولی 999 999 این پینگ این بچه. الان عالی. خب بریم من فقط میخوام راش بدم مثل همش راش. اگه من وضعم مثل دست قبلی خراب نباشه میزنم یکی دو نفر. یکم هم گرنید با دوستم آشناشون کنم. داداش کاره بعد نکن دیگه. سوتون نزن تو ای آدم زدیش؟ کی زدش؟ من ای حرومت نشم. اصلا پوله تو داشت کجا رو داری میزنی؟ شماره 4 بود تیک جونی مرد که شماره 4 داره زمین لیس میزنه؟ داره زمین رو میزنه. اما فکرم لیس زمین رو لیس. ببین هر کی بزندش اینو فوش گذاشتن بزنینش. من راستیم من مدل مکینم این داداش نبری شلوار برزیلی کنو شلوار برزیلی داره؟ واکن آره برزیلی آبی داره رفت کم کرده ما بیاییم دلغک زاده اینجا من این خدا من دلغک زاده من نمیدونم آبینی من الان دلغک زاده است داره میریزه الان دیگه واقعا چه پلی داری با این وضع شما داریم. ای بابا امیدوارم وضعم واقعا به وخامت دست قبلی نباشه وگرنه مجبورم دوباره بیام. من فقط میخوام راش بدم همش راش بدم خرافال من یا اول فضل لای وای اینا هستی اینا من دو نفر رو ناک کردم پوله یک دو نفرم باز متین الان اونا تو رو ناک میکنن چون همینا ما رو ناک کردن. سلام عزیزم. کجا داری میگی؟ متین واقعا همه رو زد بیشوخی همه رو میزنه. از دست من وقتی فازی مستر متین وردم دیگه هیچکی نمیتونه از دست من بره. همه این خوره شماره 3 دلغک داره. البته که من چند من 5 نفر رو زدم. من 0 نفر رو زدم با افتخار دمی شما رو نگاه یعنی این پولیه کردم 1600 1600 تا دمیج بیشتر دادی. من همه اسم 3 نفر رو پولیه کردم تو دست قبل 2 نفر هم که مدل کردم دوباره
اگه بشه منم بزنم. اگه شما تو پیووی من بودیم واقعا درد واقعا بودیم دارم. متین به نظرت اینجا میشه راش داد؟ نه مگه میشه از پایین دیگه مگه میشه از پایین دیگه نه هیچ کسی نمیبینه مثلا اینجا وجود داشته باشه. هیچ کس نیست. از کجا داره میزنه؟ از کجا زد منو؟ نه یکی منو زد. این که از کجا زد خیلی برام جالب بود. من عالی فوق العاده. من عالی من ندیدم. من تو زود موندم. شلوار یوتیوبری داره. یارو زمین دوستکی ها. این بچه نی. یارو خیلی زمینه. متین فکر کردم مردی. یکیشونو که زدن. خب این از اصلا من نمیتونم چی رو خدا پایینی دارم. کی پایینه؟ زدیش؟ آره با یار داره چیش کنم کم کردم آشتی تو خونه متین من نمیتونم بیام. من الان خدا باخت چه کنی کار بزنی شما فرار میکنی چرا من ایجوری شدم؟ من چرا ایجوری شدم؟ وای من برم افسردگی مزمن میگیرم. مزمن حتی یارو نه به بازیش نه به سرعت عملش و نه به زیست زدنش. اینو باید به من بگی. من فقط یه دونه کیل زدم. منم با تو بهشون نفوذ میکنم. اگه به ما نفوذ نشه البته. این اسکواد اومدن کنار من حاجی تو رو خدا کمک کن. آقا جون آقای بکتن سلام دیدی شما زدمش. یادی پوش پایینه؟ آره عزیزم بیا فقط کمک بده. هپله بی شرف. متین حرومت اگه بزنیش. متین حرومت متین ریوم میده. Please leave me number 4. You are so good. متین عالی. کجا زد؟ من اصلا ندیدم. ایز شد یارو. من ایز کرد. بله ایز. من نمیدونم چرا نوشته برام چیز. این ایز شدم. منم نامم ایز شده. متین با هم از اینجا به داخلشون نفوذ میکنیم. آره حالا من نمیگم ما کجا بهشون نفوذ کنیم و از کجای بدن. من یارو 5-6 تا 5-6 تجریز خود نکن چی داره برش نایدی اینا یکی. ای سلام خوش صدا پاداریا دارم میام من الکی فقط دیوار میزنم. من بازی اسخود ما هم که کاملا دلغه کرد. ای سلام بیبی دیدم کی اونجاست؟ بذار منم بیام بخورم. اصلا هیچ نمیخوره ای بای متین یکیشون اینجاست. متین یه دونه بزنی بهش. مرد. متین کجایی؟ متین نه آن سود چجوری نمورد این بیشرف؟ چجوری نمورد؟ من دستم گذاشتم فقط یه لحظه رو تی گفتم میمیره این الان. گفتم این دستم بزنم رو تی مرده. بندگون خدا.
واه بجی من کم بود بنر دارم بنر بخرم من خیلی کنه کاملش دوست دارم یکیتون دارین برام پول برام گروزا بگیریم متین بیا این بر متین اونا هم فارسی زبانن میفهم ای متین برگرد متین کام اوور دیر من الان که جوری میخوام بهشون نفوذ کنم به من میگن نفوذی ای وای اسویدی مزد ای متین مرد من خیرم نمیباب من برچی به بازی میبریم من آی سوختم پام سوخت آخ من نگفتیم بعد مثل مستر باشی من گفتم بازم مثل مستر نمیشه من یکم سوپرمن بازی بعد در بیاریم مگه نه ببین به قول خود مستر میگم یه اسکواد اگه یه نفر کارو خراب کنه همه خراب میکنه من اینو نشینم ولی نمیدونم من همینجا وای میسم ببینم کسی میاد یا نه من میرم نرو چند کره میدم متین بیا میدونم کجا متین بیا سری بیا بی بالا گو آپ یس اومدم پایین این اولیش دومی دمیجه که دومی رو پیدا کن بگو دومی سای دمیجه چرا نمیمیره این نردن چه خب نمیر اونو بوری هستی مردکه زدیش داری من دوستی داری رو هدشات چی داره ما اصلا رشوه همه من نیکتن دارم از این بودی من این رو میرم مثلا تعصف میشم تأسف تو رو میشه نیدمت درس خنده متین نزنش زدم متین من یه دست دیگه من یه دست دیگه هم برم با ست اصلی خودم برم ببینن یکم بازیم بهتره مثل با ست اصلی بازیم بهتره آقا من دست قبل خیلی اوضاعم بدتر بود یکم اوضاعم بهتر شد 9 تا کیل زدی قدرتات بده مهم نیست هر بار گفتی استارت کن سلام علیکم بریم مچ بعدی چه استوری چه اسم مچ هفت الان ایتاچی فکر کنم بیاد امیدوارم چیز وقتی اسپویل ریز من کردم نمیدونم یوتیوب به اینه گیر میده دو تیر تو اینو زدی؟ نه من میزنم بهشون متین شاتگان معلول دستم شاتگان معلول نه معلول به این میگم معلول سلام عزیزم چرا اینقدر دوره
یو اس بی به در نمیخوره. من با شاتگان من میتونم اونو با قبلا فولت میدادم اما الان قبلا نیست. الان میگی بتونم. اوریون زد. ستیر؟ نه این کجاست؟ نیستش. پایینه پدمو پایینه. این اشیا رفت تو زون. ببین من حلال و حرام نمی‌دونم. خب من درس پادشاه بدم یکم جرم انجام دادم. حالا تامسون تنها گانی SMG که حتی ایمم نداره ولی از دور میشه زد. هد زده. خیلی خوبه واقعا خیلی خوبه. قبلا مکتن همچین این باتای ریزی داشت اما دیگه نه. مکتن خیلی کم شده. مکتن خیلی قبلا گان خوبی بود. مکتن نه گفتم مکتن قبلا گان خیلی خوبی بود. قبلا پینگم وای متی 999 پینگم. به خدا درس بدی میام بالا سرت میزنم. ببین بالا سرت کارهای خشمگین انجام میدم. باد کارهای ددی انجام میدم. آقا خدا کنه این دست ببریم. حداقل ویدیو شورت ویدیو میگم. ویدیو کوتاه بشه. متین صدام داری؟ آقا متین فوت شد. برای متین صلوات بفرستیم. امیدوارم متین اون دنیا روی شاد باشه. من گوه خوردم. متین اگه صدامو داری به بیننده ها دارن برات تسلیت میفرستن مطمئنم. زدش. اصلا نگران نباش. بیننده ها برات چیز خدا بیامرزی میگن فاتحه میفرستن. اون دنیا رو شاد میمونه. این چجوری رفته اون بالا؟ زدش. من زدمش. متین صدامون بس قطع شده. آقا متین تی شد. بنده خدا فوت کرد. متین اوی بچی جون نمیشه داره حرف میزنه. یه همین چیز رکوردره. متین داری چیزی میگی؟ الو صدام داری؟ صدامون داری؟ نه بچه متین فوت کرد. صداش حالا باشه. بچه هست کنه داره صداش باشه. البته من بزرگتر فکر نکنی. میگم بچه شوخی دارم باشه. ای وای من غلط. متین اوی ای احمق ای کثافت. این منو زد. اسنایپر منو زد. رافو برده. پینگ من دوباره رفت بالا. نتم هم عوض میکنم پینگم میره بالا. ای بابا پایین. عالی. متین نمیتونی صدا نداری نمیتونی شما الفاتحه. متین مرد. برای خدا بیامرزی بفرست. هم تو بازی مرد هم تو واقعیت. و متین دوباره برگشت. متین زنده شد. بله ما به خاطر امکان
آره ما به خاطر امکانات فراوان با تلفن نوکیای نمیدونم چند داریم با هم صحبت میکنیم با گوشی و امکانات فراوان. افتادم پایین. امکانات چون اسمش چی بود؟ من گوشیم سوخته بود، یه گوشی دیگه سوخته بود، نمیدونم چرا واقعا. بله حالا این گوشی هم خوب شارژ زیاد داره. الان کجا دقیقا شما ببینید شما چیشون متین متین مظلومی، متین تو مظلوم. امیدوارم فقط سریعتر این دست تموم بشه، به بازیم هم تموم بشه، من وقت دکتر دارم. اطلاعی ندارم. نمیدونم واقعا من هیچ اطلاعی ندارم، چون معلوم نیست بعدش برم اصلا جایی برم نرم. اگه بودم میام حتما. نه متین من کی فرار کرد؟ متین اینجاست تو ساختمونه، تو سوله است. یکم با رفیقم آشناش کنم متین، و نظرت مثلا یکم با رفیقمون آشناش کنم. دوستان من ارتباطو کلا با متین قطع کردم، فقط سریعتر بازی تموم بشه برم. امید فعلا نفر اولم، ببینیم چی میشه. بی شرف نزن. بین گرنیت بندازم برای انداخت قرار بود من بندازم برای واقعا خینگ شدم. و امیدوارم لذت برده باشین و ببخشید بد بازی کردم. ممکن واقعا سید ایکبیری بود، چی سید ایکبیری بود داده بودم فانتو. دستم من کلا رو تیره فوق‌العاده دارم میزنم. موسید ایکبیری نتونستم واقعا کاری کنم. تموم نفر اول شد. این ست حس پلی میده، بنابراین میزنم. پس ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و کامنت بذارین که ویدیو باید چی باشه و کیفیت ویدیو اگر کیفیت داشت و مشکلات هم بگین که با بهترین کیفیت براتون بذارم، چون شما لایق بهترین هستید. و تا ویدیو بعدی پیس اوت.